خبری نبود. صبح بخیر قربان. صبح بخیر. صبح شما بخیر. معلومه که اظهارات موکلمو بررسی میکنم، پس چی فکر کردین؟ ولی هنوز دادستان ندیدتشون. جناب دادستان، یه سری اظهارات تازه به دستمون رسیدی که خانم جیلی میخوان قبل قرارگیری تو پرونده آقای ببینن. ایلگاز، جناب دادستان، اسم موکل من در این اظهارات اومده، پس میتونم با توجه به وکالتی که ازش دارم محتواشو بررسی قبلش کنم. من باید بررسیشون کنم. بفرمایید. بررسی کنین دیگه. سرکار خانم، یه کاری نکنیم مهر محرمانه روی اظهارات بزنم که هیچ وقت نبینیشون. لطفاً یه درخواست بنویسین تا بعد ببینم چی پیش میاد. فقط میخوام ببینم تو اظهارات اسم چه کسایی آورده شده. یعنی این کار انقدر براتون سخته؟ خدمتتون عرض کردم. بیرون تشریف داشته باشین، بررسی میکنم، بهتون اطلاع میدم. باشه منتظر میمونم. مزاحمتون نمیشم. لطفاً اصلا عجله نکنین، با دقت بررسیش کنین. نوبتتون که شد حتما انجام میدم. باشه، چیزی که زیاد دارم وقته. قهوه میل داری جناب دادستان؟ خیلی خوب، پس فعلا مرخص میشم. فکر کنم حتما بررسیش کردین. مطمئنم راجبش حتی با کاتبم حرف زدین. از اهل عدالت بعیده بگن نه. به هر حال شما مظهر عدلین، درسته میگم؟ نمیتونم راجع به چیزی که نخوندمش نظر بدم. دنبال چیزی میگردین؟ راستش فکر کنم دستبندم افتاده اینجا ولی پیداش نمیکنم. عجیبه، احتمالاً یه جای دیگه گمش کردم. خیلی خوب، پس من فردا برمیگردم. دنبال این میگردین؟ خیلی مشتاق